کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان به معلومات ساکنان و مهمانان جمهوری می‌رساند که بنا به اطلاع هواشناسان روزهای نزدیک در تاجیکستان هوای نامساعد پیش بینی کرده می شود. از جمله از 22 تا 23 نوامبر سال 2023 حرارت هوا تا به حد از 10 تا 12 درجه گرمی پایان می فراید. ریختن باران‌ها که در ناحیه‌های کوهستان به برف مبادل می شود پیش بینی شده است. همین طور روزهای 23 و 24 نوامبر نیز در اکثر منطقه‌های جمهوری تا به حد از 10 تا 12 درجه گرمی پایین فرآمدن حرارت پیش بینی کرده می شود. کمیته حالتهای فوق‌العاده به این دلیل از ساکنان خواهش می کند که حاصل رسیده زمین‌های کشت و باغداری خود را سر وقت جمع آورده، حاصل در صحرا و باغ‌ها مانده را با پلانکه و یگان متاع پوشانند. از چارواداران نیز خواهش شده است که در این روزها هنگام چارواچرانی در چراگاه‌های کوهستانی احتیاط کنند. کمیته از ساکنان موضع‌های کوهستان خواسته است که از حد اکثر احتیاط کار گرفته کودکان خود را برای زمچینی، چراندن چاروا و دیگر کارهای کشاورزی نفرستند. از ساکنان همچنین خواسته شده است که در این روزها لباس و پایافزال گرم و جوابگو به موسم را پوشند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان همچنین به رانندگان خاطر رسان کرده است که در این روزهای سرد حرکت در راه‌ها نیز خطرناک می شود. بارشات و یخبندی‌ها می توانند در حرکت واسطه‌های نقلیات مانع‌ها ایجاد کرده به شمار بیشتر صدمه‌های نقلیاتی سبب شوند. کمیته همچنین از سیاحانی که در این روزها نقشه سفر به کوه‌ها را دارند خواهش کرده است که از حد اکثر احتیاط کار بگیرند و خط سیر سفر خود را با این نهاد مصلحت کنند.